به نام پادشاهی پادشاهان، گنه آموزی مشتی عذرخواهان. به نام آن که ملکش بی زوال است، به وصفش نطق صاحب عقل لال است. بعداً السلام علیکم دوستان، برادران، پدران و مادران عزیز و بسیار گرامی قدرم. امروز خواستم یک موضوع بسیار جالبی را براتون پیشکش نمایم. یک سوالی که بسیار سوال جالب است. زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات نمود، آب که آن کس را شستن کجا شد؟ یکی از عالمان برجسته اسلام در عصر گذشته، امام الشعراوی که سال تولدش 1911 و سال وفاتش 1998 می باشد، که به عنوان واعظ عصر صاحب شده بود، بار میگوید حضرت به یک انجمن اسلامی دعوت شدند. در دوام مجلس امام شعراوی گواه گردیدند که رئیس انجمن به علم و معرفت خیش مغرور گردیده سخن میکرد. در آخر مجلس شعراوی اجازت پرسیدند و به منبر برآمده گفت: به شما یک سؤال دارم. زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات نمود، آب که آن کس را شستن کجا شد؟ از این سؤال نابهنگام تمام مجلسیان در حیرت ماندند. رئیس انجمن بسیار در خجالت بود، زیرا جواب آن را نمیدانست و آخر به شعراوی گفت: تا فردا به ما مهلت بده، ان شاء الله پگاه جواب سؤالتان را خواهیم داد. رئیس انجمن به خانه اشان آمدن. زمانی وارد کتابخانه اش کردید، یک به یک کتاب ها را ورق می زد، اما در یگان تای آن جواب نبود. عاقبت وی خسته شد و در بالای کتابی که ورق می زد خوابش بود. در خوابش رسول خدا صلی الله علیه و سلم با یک مرد فانوسدار دید. وی به نزد پیامبر خدا درود بر او دوان رفت، همان سوال را داد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مرد فانوسدار همراهشان اشاره کرده گفت که این مرد می داند. بعد مرد فانوسدار گفت: زمانی که جسد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شستن، آب بخار گردیده ابر شد و باران بارید. هر قطره باران که در هر کجای زد، در آنجا مسجد بنا شد. رئیس جواب را شنیدن زمان بیدار شد و خرسند به انجمن روان گردید. وی بی صبرانه منتظر بود تا حضرت شعراوی سوال دیروزه اش را تکرار کند، اما امام هیچ چیز نمی گفت. همین که تا انجام مجلس دقیقه های بیشمار باقی مانده بود که کاسه صبر رئیس لبریز شده گفت: جواب سؤال دیروزه اتان را گویم؟ جوابش را یافتید اخیر؟ پرسید شعراوی. بله، جواب داد رئیس مجلس. خوش چی بوده است جوابش؟ رئیس گفت: زمان جسد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شستن، آب بخار گردیده ابر شد و باران بارید. هر قطره باران که در هر کجای زد، در آنجا مسجد بنا شده بوده است. جواب را چگونه یافتید؟ پرسید شعراوی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خوابم آمد. از آن کس پرسیدم تا اینجا سخن گفته بود رئیس مجلس که حضرت شعراوی گفت: لیکن جواب را به شما مرد فانوسدار گفت. بله. نیم تبسم کرده گفت: امام،
رئیس از این سخن شخ شده خود را گم کرد و بعداً به خود آمده گفت شما این را از کجا می دانید؟ آنگاه شعراوی گفت آن مرد فانوسدار من بودم و همه را در حیرت گذاشت. این واقعه را یکی از اشتراکداران مجلس حکایت کرده است. در آخر دوستان عزیزم، بیایید با هم بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. یک چند مصرع خواستم در این وبایی که امروز بر تمام روی عالم آمده است، یک چند مصرع بسیار مصرع‌های پرمضمون است براتون بگویم دوستان. این وبای عصر دلها را پر از خون کرده است، مادران را در غم فرزند مجنون کرده است. ناامیدی پشت درهای همه در میزند، از دل افکار مایان ناله ها سر میزند. در غم دیدار پیوندان ز خود بیگانه ام، مثل کبکی در نشان بیدانه و بیلانه ام. یک به یک از ما عزیزان می روند، بس مشکل است، درد دوری ها گران و حسرت او در دل است. یا خدایا، یا خدایا، مشکلم را جز تو کس نتوان شنید، کاش از درگاه لطفت الفت سازی پدید. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خواهش کردم میشد که در حق بنده به دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ای خالقی هر دو جهان، مولای من، دانای اسرار نهان، مولای من. ای خالقی هر دو جهان، مولای من، دانای اسرار نهان، مولای من. روز و شبم در فکر تو، گویم ثنا و شکر تو. ای مونسی من ذکر تو، مولای من. روز و شبم در فکر تو، گویم ثنا و شکر تو. ای مونسی من ذکر تو، مولای من. کشفی کراماتم غمت، کوی مناجاتم غمت. قاضی حاجاتم غمت، مولای من. کشفی کراماتم غمت، کوی مناجاتم غمت. قاضی حاجاتم غمت، مولای من. صوم و صلاتم یاد تو، حج و زکاتم یاد تو. صبر و ثباتم یاد تو، مولای من. صوم و صلاتم یاد تو، حج و زکاتم یاد تو. صبر و ثباتم یاد تو، مولای من. ذکرت بود ایمان من، فکرت بود بستان من. هم روح و هم ریحان من، مولای من. ذکرت بود ایمان من، فکرت بود بستان من. هم روح و هم ریحان من، مولای من.
ذکری توی مولای من، قند و عسل حلوای من، مقصود من معنای من، مولای من مولای من. ذکری توی مولای من، قند و عسل حلوای من، مقصود من معنای من، مولای من مولای من. ذکرت رفیق آمد مرا، لطفت شفیق آمد مرا، عشقت حریق آمد مرا، مولای من مولای من. ذکرت رفیق آمد مرا، لطفت شفیق آمد مرا، عشقت حریق آمد مرا، مولای من مولای من. ذکرت غریب و من غریب، الفت نمیگیرد غریب، در غربت الله با غریب، مولای من مولای من. محبوب عبدالحی تویی، مقصود جانی وی تویی، مطلوب او یا حی تویی، مولای